بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، کتاب دومی که با همراهی شمایان داریم و برادران و خواهران گرامی قدر، شرح کتاب اصول سنه، مؤلف آن امام احمد ابن محمد ابن حنبل رحمت الله علیه، از روایت عبدوس ابن مالک العطار. از الله متعال طلب می‌نماییم که برای ما علم سودمند، قبول عمل و رزق نیکو عطا فرماید و کار و گفتارمان را خالص به خاطر خودش بگرداند و درود و سلام بر محمد صلی الله علیه و سلم و خانواده و آل و اصحابش باد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده و بی‌نهایت مهربان. اولا مقدمه این کتاب. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، حمد و سپاس و ستایش خاص الله یکتاست که بر پیامبرش محمد صلی الله علیه و سلم کتاب و حکمت را فرستانید. او صلی الله علیه و سلم را راه راست را بر او راهنمایی کرد و راهنمود ساخت و درود و سلام بر این پیامبر عزیز و خاندان پاکش و همه یاران اصحابش باد تا روز قیامت. اما بعد، برادران و خواهران گرامی، از همه اولاتر و بالاتر و والاتر باید اعتقاد استوار داشت. اعتقاد استوار بر این که محمد صلی الله علیه و سلم فرستنده الله است. او صلی الله علیه و سلم فرستنده الله سبحانه و تعالی است. رساندن شریعت اسلامی را الله سبحانه و تعالی بر دوش آن حضرت صلی الله علیه و سلم واگذار کرده. از جانب پروردگارش به سوی مردم برای هدایت و دین حق فرستنده شد. و این کتاب که امروز در دست ما و شماست، رساله کوتاه و مهم است که نام این رساله اصول سنه از جانب امام بزرگوار نصرت دهنده سنت احمد ابن حنبل رحمت الله علیه، یکی از پیشوایان 4 مذهب اهل سنت و جماعت است. مذهب امام احمد برای همگان معروف است و این کتاب امروز به دست ما و شماست. این رساله مبارک اصول سنه که این امام مبارک این کتاب را تألیف کرده است رحمت الله علیه، و امام احمد ابن حنبل در دوران خلافه عباسیان زندگی کرده است. در دوران خلافه عباسیان زندگی و عمر بسر بوده است که تقریبا در قرن دوم، آخر قرن دوم و اول قرن اصل سوم، سال 164 از هجری به دنیا آمده است و سال 241 از هجری وفات کرده است. سال 780 میلادی و 855 وفات کرده است رحمت الله علیه. و او رحمت الله علیه امام احمد در چنین زمینه برای حفظ عقیده پاک اسلامی، برای از تحریف و تبدیل و تغییر و اندیشه های گوناگون حفظ حمایت شدن، این رساله مختصر و روشن با زبان ساده برای این امت تهیه کرده است. این اصول سنت از امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه عادتا یک متن کوتاه عقیدوی است. یک متن کوتاه عقیدوی. اصول سنت از معناش معلوم میشه که اصل های سنت، قاعده های کوتاه عقیدوی را بر اساس منهج اهل سنت و جماعت جمع آوری کرده است. حتی علما توصیه میدهند، بلکه بر طالب علم امر میکنند که این اصول سنت حفظ کرده شود و معنای آن فهمیده شود. حتی وقتی که پیش بعضی از شیخ‌ها درس میخوندیم، اولین چیزی که برای ما امر کرده شد بود حفظ اصول سنت بود، حفظ کردن این متن. خلاصه موضوع اساسی که این کتاب میپردازد، اولا معنای سنت از لحاظ اعتقاد صحیح، معنای سنت و لازم بودن پیروی از آن، نیک از سنت، نیک تاکید بر پیروی از راه سلف صالح و دوری جستن از نوآوری‌هایی که از بدعت هاست. برای این نام اصول سنت است. مسئله ایمان و عمل کردن، چون این ایمان تنها یک دعوا نیست با زبان، ایمان با عمل ارتباط دارد. مسئله های مربوط به زیاد شدن و کم شدن ایمان در دایره بیان اهل سنت و جماعت و دیگر موضوعاتی که این کتاب در بر میگیرد، قرآن کلام الله است، بیان مقام قرآن در عقیده و مسائلی که وابسته بر کلام الله است در اینجا ذکر می شود. بیان صفات الله سبحانه و تعالی، اثبات آنچه که در قرآن و سنت آمده است بدون تحریف و تعطیل و تکییف، کیفیت آن و تشبیه ذکر می شود. و همچنین در این کتاب بیان قضا و قدر، ایمان آوردن به تقدیر خیر و شر آن و رد به اهل باطل از قدری ها و جهمی ها. و همچنین امام احمد تلاش کردن در اینجا بیان موقع صحابه را، بیان موقع درود صحابه را ذکر نمایند در این کتاب مبارک، دوست داشتن صحابه و ترتیب فضیلت صحابگان کرام و خلیفه های راشدین و همچنین بیان خودداری از طعنه در حق آنها، نگاه داشتن زبان از فتنه هایی که در زمان رخ داده بود و همچنین بیان نقطه مهم دیگری که اطاعت از حاکمان مسلمانان در معروف، ضرورت داشتن اطاعت و فرمانبرداری در کارهای معروف، کارهای نیک و صبر در ظلم و جور حاکمان ذکر می‌نماید در اینجا و دوری از شورش ها و فتنه ها، دوری از شورش ها و فتنه ها و با شرایط روی کردن آن قاعده هایی که علما ذکر
رسیدگی هستند. و همچنین شیخ در این رساله بیان جماعت و وحدت مسلمانان را ذکر می‌نماید. جماعت مسلمانان، لازم بودن همراه جماعت مسلمانان و پرهیز از جدا شدن که گمراهی و بدعت را به دست به پیش می‌آورد. و همچنین بیان مناسبت اهل بدعت، مناسبت با اهل بدعت و مناسبت با اهل هوا و هوس، یا که مناسبت نشست با اهل بدعت یا که ننشست با اهل بدعت. و همچنین بیان بحث‌های باطلی که با اهل بدعت میشد، پرهیزگاری از این چیزها برای تأکید حفظ دین از شبهه‌ها که با اینها نشینی صحبت میکند. و همچنین موقع در برابر جنگ و جدال‌های اهل کلام و اهل بدعت، موقع اهل سنت با آنها، یا که این رو ترک کردن یا که این رو کم کردن، بحث‌های کلامی، جنگ و جدال که این گمراهی می‌آورد. و در این جنگ باید تکیه انسان به نص و آثار سلف بنماید. این موقع را شیخ در اینجا بیان می‌نماید. و همچنین علامت‌های آخر زمان در مسائل سمعیت، آنچه که نازل شده است، این مسائل هم تکیه به این مسائل هم شیخ در اینجا ذکر می‌نماید. مانند ایمان بر بعضی از غیبیات ذکر می‌نماید شیخ رحمت الله علیه، و در بین پرهیز از اختلاف و فتنه‌ها ذکر می‌نماید. که امام احمد رحمت الله علیه در این رساله مبارک با یک زبان ساده و قاطع بیانی پرداختی اعتقاد اهل سنت و جماعت که در آنچه که اتفاق دارند را ذکر می‌نماید و بیان رد از باوری‌های اهل بدعت و گمراهی‌های آنها نیز روشن می‌کند در اینجا. و این اثر، این اصول سنت همچون یک منبع معتمد در نزد اعتقاد اهل سنت و جماعت شناخته می‌شود و روشن است. و این کتاب شرح‌های گوناگون از جانب علماها داده شده است، شرح‌های زیادی هم است. برای همین ما این رساله را خواستیم به سمع شمایان برسانیم و امید است که الله سبحانه و تعالی این رساله را برای ما و شما منفعت بخش بگرداند، یک خدمت خرد سبب هدایت مردم بگردد و سبب هدایت و فایده کسی هم بگردد. این رساله را در بیان محافظت عقیده اهل سنت و جماعت و دور کردن شبهه ها برای مردم مساعدت یا کمک برساند. پس از این درس‌های گذاشته می شود گوش دهنده ها و استفاده برندگان می توانند این را در این رساله عقیده صحیح و درست، عقیده اهل سنت و جماعت را از خود نمایند و این را هم بر دیگران برسانند. چون این رساله اصول سنت امام احمد بن حنبل توضیحات عقیده اهل سنت و جماعت است. برای همین بر این رساله همیشه باید انسان مراجعت نماید تا که از این رساله بهره بگیرد و از الله سبحانه و تعالی توفیق می‌طلبیم که الله سبحانه و تعالی زبان ما را گشوده بگرداند و این کتاب مبارک رو به سمع شما برسانیم. به خاطر آنه که عقیده اسلامی که انبیا و پیامبران به آن آمدن برادران و خواهران گرامی یک اعتقاد است، یک اعتقاد جزیم است که در اسلام مرتبهش بزرگ و عظیم است و هر کی اگر این اعتقاد صحیح را صاحب شود، از خود کند و اون را در قلب خود استوار نماید، با علم و معرفت دانش، با فهم سلف امت، به درستی که راه پیامبران پیشه کرده است و در نزد الله سبحانه و تعالی مرتبه ویژه و جایگاه عظیمی را کسب کرده است و نجات یافته است. و هر کی اگر خلاف آن قدم بزند، خلاف کتاب و سنت قدم بزند و راه برود، به درستی که در خطر بزرگ است و نجات برای او خیلی کم است. برای این به خاطر عظیم بودن مکانت عقیده و اهمیت داشتن آن، علمای اسلام یک توجه خاصه قرار دادند و کتاب‌های را نوشته کردند. از جمله این کتابی که در دست ما است، اصول سنت امام احمد ابن حنبل، همچنین سنه از عبدالله امام احمد فرزند امام احمد از سنه و سنه للخلال، و همچنین شرح سنه امام بربهاری، و همچنین شرح سنه اصول سنه اعتقاد اهل سنت و جماعت از امام لالکایی، و شریعه از امام اجوری، و توحید از ابن خزیمه، و ایمان و دیگر کتاب‌ها در این بیان نوشته کردند به خاطر حمایت عقیده و حفظ عقیده تا که در آن تغییرات پیدا نشود. پس از جمله این کتابی که ما امروز دست داریم اصول سنت امام احمد ابن حنبل میباشد و از درگاه الله سبحانه و تعالی الله مهربان میپرسیم و خواهش میکنیم و طلب میکنیم که عمل ما را مورد پذیرش با اخلاص قرار بدهد و این رساله‌ای که امروز ما به شرح آن پردازیم، اصول سنت، مورد توجه خوانندگان گرامی قرار میدهد تا که مردم از این بهره بگیرند. سپس شیخ امام ابو مظفر عبدالملک ابن علی ابن محمد الحمدانی گفته است: شیخ ابو عبدالله یحیی ابن عبدالمحسن ابن البنا به ما روایت کرده است. گفت پدرم ابو علی حسن ابن احمد ابن عبدالله ابن البنا ما را خبر داد و گفت ابو حسین علی ابن محمد ابن عبدالله ابن بشران المعدل به ما خبر داد و گفت عثمان ابن احمد ابن سماک به ما گفت و به ما ابو محمد الحسن ابن عبدالوهاب ابن ابی انبر خبر داد که کتاب خود را در ماه ربیع الاول سال 293 برایش خوانده و بیان داشت و بیان کرده که ابو جعفر محمد ابن سلیمان المنقاری البصری بالتنیس گفت عبدوس ابن مالک العطار گفت. این روایت عبدوس ابن مالک است. ابو عبدالله
احمد ابن محمد ابن حنبل رو شنیدم که میگوید که شنیدم که میگفت در اینجا که این سر میشود. چی میگفت؟ امام احمد فرمودند که التمسك بما كان عليه اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، تمسک جستن با آنچه که اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم با آن بودند، و الاقتداء بهم. اصول سنت عندنا، اصول سنت در نزد ما، امام احمد میفرماید که اصول سنت در نزد ما التمسك بما كان عليه اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، تمسک جستن با آنچه که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم بر آن بودند، و الاقتداء بهم و اقتدا نمودن بر آنها، و ترک البدع و ترک نمودن بدعت ها، و کل بدعت فهی الضلاله، و تمام بدعت ها بدرستی که گمراهی است، و ترک الخصومات و الجلوس مع اصحاب الاهواء، و ترک نمودن جنگ و جدال در دین و ننشستن با انسان های هوا و هوس پرست، اهل بدعت یا که هوا و هوس پرست، ننشستن با آنها، و ترک المراء و الجدال و الخصومات فی الدین، و ترک نمودن بحث مناظره و نزاعها در دین. ان همین نقطه را ما حاضر برای شمایان یک یک اینها را ان شاء الله که سر میدیم. شروع می‌نماییم. شیخ ابو عبدالله احمد ابن محمد ابن حنبل رحمت الله علیه فرمودند که اصول سنت عندنا، اصول سنت در نزد ما، خوب گوش با دقت گوش بدهید، اصول سنت در نزد ما که در این مسئله ها در این کتاب اصول سنت امام احمد ابن حنبل ذکر شده است. اولا نام این کتاب اصول سنت بوده است، چون که الکی ما بارها اینو تکرار کردیم. نام این کتاب چی بوده است؟ اصول سنت، اصول سنت بوده است. و چون یک بیان کردیم اصول سنت این نام خاص بر این کتاب نیست، این نام خاص بر این کتاب نیست، بلکه کتاب‌های زیادی با این نام وجود دارد. چون یک در بالا حاضر بیان کردیم کتاب‌های زیادی در این باب از علمای اهل سنت ذکر شده است. اصول سنت حافظ حمیدی شیخ امام بخاری کتابی هست. پس دیگر کتابی که در بالا ذکر کردیم. پس اصول سنت، اصول برادر و خواهران گرامی جمع اصل است، پایه، ریشه، بر روسی فوندامنت میگویند. اصول جمع اصل است و اصول در اصطلاح باشد یک سرچشمه است که بر آن چیز دیگر بنا می شود، بر بالای آن یک چیز دیگری بنا می شود. اصول میگن، اصل میگن. چون اصل خانه است، اصل خانه چیست؟ فوندامنت است. اگر فوندامنت قوی شد خانه چیکار میشه؟ مستحکم برداشته می شود. پس اصول یک سرچشمه است که بر آن چیزهای دیگر، علمهای دیگر بنا می شود و اصل همانند قاعده است. مثل قاعده میگیم که این یعنی اساس اعتقاد سلف صالح پیشینیان است. اصول سنت در نزد ما یک اساس اعتقادی سلف صالح از پیشینیان، از سلف صالح از پیشینیان که بر کتاب و سنت بودند و آن را به هیچ وجه مخالفت نکردند و مخالفت این اصول سنت به هیچ وجه جایز نیست، بلکه حرام است. پس سنت در لغت عرب به معنای راه و روش است. به معنای چی است؟ به معنای راه و روش است و در اصطلاح شریعت باشد به معناهای گوناگون می آید. سنت به معناهای گوناگون می آید، به معنای قول و فعل و تقریرات پیامبر صلی الله علیه و سلم. تقریرات یعنی آنچه که صحابگان اجرا کردند، پیامبر آن را منع نکرد، یعنی قبول کرد، پذیرفت. پس قول و فعل و تقریرات پیامبر صلی الله علیه و سلم در امور شرعی سنت میگویند و این سنت بر معنا پس از کتاب الله سبحانه و تعالی، پس از قرآن، از دلیل‌های محکم‌ترین شریعت به شمار می‌رود و این سنت تفسیر کننده کتاب الله سبحانه و تعالی است، بیانگر قاعده‌های کلی هست و همچنین قاعده‌هایی که اختصار هستند و بیان مشکلاتی که در فهم قرآن است و بیان مشکلات دیگری که در لفظ‌ها است، آنها را بیان می‌کند سنت. و سنت در برابر بدعت گفته می‌شود. مخالف سنت چی است؟ این بدعت است و بدعت به عمل گفته می‌شود که عملکرد آن در اصل شریعت از جانب سرور جهان ذکر یادآوری نشده است، نه به قولش، نه به گفتارش، نه به فعلش، نه به رفتارش. عمل نوآوری رو، نوآمد رو بدعت میگویند در شریعت. اما سنت به معنای اول بر یک چند قسم جدا می شود. سنت قولی گفتیم، قولی است یعنی گفتار، سخنان پیامبر صلی الله علیه و سلم. پس سخنان پیامبر صلی الله علیه و سلم مهمترین بخش سنت به شمار می رود. گفتار پیامبر، سخن پیامبر از مهمترین بخش های سنت به شمار می رود. سپس سنت فعلی است، عمل، رفتار و کردار. سپس سنت چی است؟ سنت فعلی است، عمل، رفتار و کردار و خصلت و اخلاق او صلی الله علیه و سلم. همچنین سنت تقریری است. سنت تقریر تصدیق و اقرار رسول صلی الله علیه و با آن عملی که صحابگان کرام انجام دادند. یک عملی را صحابگان کرام انجام دادند، پیامبر آن را منع نکرد از آن. چگونه که در حدیث اومده است، می‌فرماید که کنا ننزل والقرآن ینزل. ما در زمانی که در حالتی که قرآن نازل میشد با همسران خوب
هنگام همخوابگی میکردیم و در بیرون میبرآوردیم، که آن منی را در بیرون خارج میکردیم و قرآن در این هنگام نازل میشد، ولی از این کار من نشد. این تقریر چی است؟ تقریر صحابه است. مادامی که این فعلی که صحابه انجام دادن الله آنها را من نکرد، پس این چی است؟ پس این دلیل است. یعنی این تقریرات میگن. اما سنت در اصطلاح علمای فقه حکم و عمل میباشد که شریعت برای انجام دادن آن ما را تشویق کرده است و توصیه کرده است. در اصطلاح فقهی سنت آنها را میگن. توصیه زیاد شده است برای انجام آن، اما اجرای آن حتمی نیست. اجرای آن حتمی نیست. کسی که سنت را ترک کند مستحق عذاب نمیگردد. فهمو؟ پس اجرای آن حتمی نیست. یا برگه سنت این عمل است، یا که حکم و عمل میباشد که شریعت برای انجام دادن آن تشویق کرده است ما را و ما را توصیه های زیاد داده است برای انجام آن، اما اجرای آن حتمی نیست. انجام آن توصیه است. کسی که اگر سنت را ترک کند مستحق عذاب سزاوار عذاب نمیگردد، ولی اجرا کننده آن ثواب بزرگی را، خداش عظیمی را نزد الله به دست میآورد. اگر با این اصطلاح بگیریم سنت را در منضبط که مستحبات داخل میکنن، مستحبات میگن سنت ها داخل میکنن. یعنی عمل است که انجام دادن آن در نزد شارع، یعنی که در شریعت، در کتاب و سنت این پسندیده است. یعنی که انجام آن از ترک آن در پسندیده تر است به خاطر فضیلت آن، گرچه که ترک آن هم اگر جایز هم باشد و با ترک آن انسان مورد عقاب و عذاب قرار نمیگیرد. و سنت یکی از احکام‌های تکلیفی شریعت است. احکام‌های تکلیفی شریعت است، در برابر فرض واجب قرار میگیرد. پس این کتاب اصول سنت در برگیرنده اعتقاد اهل سنت و جماعت بنا شده است. بیان اساسها، قاعده ها و پایه‌ها ضرب بر میگیرد و پایه‌ها ضرب بر میگیرد. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه این کتاب را تألیف کرده است و این کتاب را به نام اصول سنت نام گذاشته است. بیان اعتقاد سلف صالح و راه روش آنها را برای بیان نموده است و همچنین سند آن را برای ما ذکر نموده است. سندی که ما گرفتیم خواندیم از بالا، اینکه سلسله زنجیری آن برای ما بیان شده است. پس این اعتقاد امام احمد رحمت الله علیه است. این کتاب اصول سنت این اعتقاد امام احمد رحمت الله علیه و کسانی که پیش از او بودن اعتقاد آنهاست. اگر ما بر این کتاب بنگریم و این کتاب رو بخونیم و بفهمیم، نگاه میکنیم که این کتاب اساس این کتاب بنا شده است به کتاب الله و سنت پیامبر صلی الله علیه و اقوال سلف صالح. هیچ مخالفتی رو بر این سه مصدر اساسی ندارد، بلکه با 4 مصدر اقوال صحابه. برای همین مؤلف رحمت الله علیه میفرماید که التمسک بما کان علیه اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، تمسک به آنچه که اصحاب پیامبر بر آن بودند. یک ذکری صحابگان اولین، چون آنها کسانی هستند که توحید و سنت را از پیامبر آموختند و پیامبر صلی الله علیه و سلم را الله تعلیم داد به واسطه جبرائیل علیه السلام. احکام شریعت را به واسطه او صلی الله علیه و سلم کامل کرد و صحابگان کرام این اصول سنت را، توحید را به واسطه از رسول الله آموختند. چون یک حدیثی عرباد بن ساریه رضی الله عنه است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: اوصیکم بتقوی الله عز وجل و السمع و طاعه. من شما را با تقوای الهی، تقوای غالب و توانا، الله غالب و توانا نصیحت میکنم، پند میدهم، و السمع و طاعه و شنیدن و اطاعت کردن و فرمانروایی کردن از فرمانرواها وصیت میکنم. گفتن صلی الله علیه و سلم: فان تأمر علیکم عبد حبشی، اگر یک بنده حبشی سیاه پوست اگر برای شما فرمان روا شد، از او اطاعت فرمان برداری کنید. فانه ما یعیش منکم فسیر اختلافا کثیرا، بدروزی کسی از شما اگر زندگانی میکنه یک اختلاف خیلی شدید و زیاد رو میبیند. فعلیکم بسنتی، گفتن پس بر سنت من چنگ بزنید و سنت خلفای راشدین چنگ بزنید. گفتن مهدیین هدایت یافتگان: عضوا علیه بالنواجذ، با دندانهای کرسی آن را بدارید. و ایاکم و محدثات الامور، و پرهیزگاری نمایید از بدعت ها و نوآوری ها. فان کل بدعت ضلاله، بدروسی که هر بدعت گمراهی است. حدیث بزرگ امام احمد این رو روایت کرده هستند، ابن ابی عاص در سنن، ابی داوود، ترمذی، نسائی، اصحاب سنن این رو روایت کرده هستند. پس صحابی در اصطلاح بر کسی گفته می شود که محمد صلی الله علیه و سلم را دیده باشد و بر او ایمان آورده باشد و به اسلام از دنیا گذشته باشد. پس این صحابی است، کسی که پیامبر را دید، بر او ایمان آورد و از این دنیا بر این حالت مرد. و اصحاب نسبت بر آن مؤمنانی که پیروان رسول صلی الله علیه و سلم هستند گفته می شود که در زمان حیاتشان بر او صلی الله علیه و سلم ایمان آوردند، مدت با او صحبت کردند، همنشین بودند. الله مشرف گردن آنها را با همنشینی پیامبر صلی الله علیه و سلم، اگر دستی کم هم یک بار هم باشد، هرچند در زمان کودکی هم باشد، با او دیدار بینی کردند، ملاقات کردند و با او ایمان آوردند و از این دنیا با این حال گذشتند. برای همین است امام احمد رحمت الله علیه می‌فرماید که مرد اگر تمام کارهای نیک و صالح را انجام دهد، برابر کسی که پیامبر صلی الله علیه و سلم دیده است برابرش نمیتواند.
تمام کارها رو انجام دادی. آن کسی که پیامبر رو دیده است، دیدار پیامبر با دیدار پیامبر مشرف شده است، با ایمان آورده است، با او براش نمیتونه. و قول مؤلف که والاقتداء بهم و پیروی کردن از آنها، چون الله متعال برای پیامبرش صلی الله علیه و سلم و صحابگان گرامی، برای پیامبرش این صحابگان گرامی رو، صحابگان عادل رو برگزید سبحانه و تعالی. و این صحابگان گرامی او صلی الله علیه و سلم را گرامی داشتند، از او پشتیبانی کردند و آن نوری که بر او صلی الله علیه و سلم نازل شد از او پیروی کردند، حتی مال و اموال خود رو در این راه صرف کردند برای پشتیبانی از دین الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس برای این امت واجب است که صحابهان کرام را از آنها پیروی نمایند و فضیلت آنها را قدر کنند و بشناسند و ارزش آنها را، مرتبه آنها را برای این امت تا آخر زمان حفظ نمایند. به خاطر چی؟ زیر آنها مکتب نبوت هستند. آنها مکتبی هستند که در زیر رسول، در زیر دست رسول الله تعلیم گرفتند، مکتب نبوت را ختم کردند. پس کسی این مکتب نبوت را ختم کرد هرگز و هرگز گمراه نمی‌شود. در عقیده، در قرآن تفسیر آن را از پیامبر الله آموختند. برای همین امام ابی حاتم رحمت الله علیه می‌فرماید که اما اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم کسانی هستند که شاهد نازل شدن وحی و تنزیل بودند، وحی الهی را دیدند، نازل شدن آن را، و از رسول الله اینو شنیدند و تعبیر و تفسیر و تعویل را نیز می‌دانستند، چون از رسول الله آموختند. این را می‌فرماید آنها کسانی هستند که الله متعال برای همراهی پیامبرش صلی الله علیه و آنها را برگزید تا در نیکی رسول الله را کمک کنند، دینش را برپا کنند، حق را آشکار کنند. و پس از آن حضرت صلی الله علیه و سلم آنها را بر ما گذاشت که دین را برای ما برسانند. آنچه که قرآن و سنت بیان کرد و حکم کرد و توصیه کرد و امر کرد و نهی، همه این را صحابگان کرام نگاه داشتند. در اینجا سخن ابی حاتم به اتمام رسد. الله متعال سبحانه و تعالی در بیان صحابگان کرام می‌فرماید که فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اگر با آنچه که شما ایمان آورده اید، یهودیان و نصرانیان و دیگران نیز اگر که مثل شما ایمان بیاورند، البته هدایت می‌یابند. میگه هر کس در فإن آمنوا بمثل، اگر آنها ایمان بیارند با آنچه که شما صحابگان کرام ایمان آورده اید، البته هدایت می‌یابند. این نقطه مهم است. آن پیروی که با آن چیزی که الله سبحانه و تعالی در اینجا وصیت کرده و توصیه داد و راه هدایت نشان داد، مثل آنه که صحابگان کرام با پیامبر ایمان آوردند، اگر شما هم گونه ایمان آوردید، شما البته که راه هدایت فقط تاکید می‌نماید که شما هدایت یافتید. پس آن پیروی که بر آن چیزی که صحابگان کرام در آن بودند، عقیده، توحید، همه این سنت نامیده شد. سنت نامیده شد، اصول سنت. والاقتداء بهم. و قول مؤلف امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه و ترک البدع و ترک بدعتها و کل بدعت فهی ضلاله و هر بدعت گمراهی است. معنای ترک دستکشی است. ترک کردن که دست کشیدم از آن کار دست کشیدم و دور شدم. و بدعت همه گونه نوآوری در دین را که مقابل سنت است مینامند. همه گونه نوآوری که مقابل سنت است رو بدعت میگویند. و بدعت در اصطلاح شریعت علما فرمودند که هی عبادت الله بما لم یأذن به الله، عبادت کردن الله سبحانه و تعالی بر آن چیزی که الله امر نکرده است، اون بدعت است. تو الله رو به یک چیز عبادت میکنی که آن را الله یا که رسول الله برات امر نکرده است، این بدعت است. و شیخ میفرماید که و اگر خواستی بگو هی تعبد لله بما لم یکن علیه النبی صلی الله علیه و سلم و خلفائه الراشدون، این عبادت کردن و پرستش الله سبحانه و تعالی بر آن چیزی که نه پیامبر الله نه خلیفه های آن بودند، در آن نبودند تا الله رو عبادت نمودند، که پس این بدعت است. این نقطه مهم است. همین نقطه تو الکی هر چیزی که بدعت است میفهمی. عبادت کردن الله با اون چیزی که الله امر نکرده است، رسول الله بیان نکرده است، عبادت و پرستش الله سبحانه و تعالی بر آن چیزی که پیامبر امر نکرده است یا خلیفه های راشدین در آن نبودند، هر چیزی که باشد بدعت است. خلاص دیگه بودیم با نفس استاد این بدعت است و بدعت است. خلاص دیگه که پیامبر نکرده است، صحابه نکردن، بدون که بدعت است. خلاص. و در اینجا معنای قول امام احمد رحمت الله علیه هر بدعت گمراهی است. این در مسائل دین است، وابسته بر مسائل دین. پس یک کس میاد سوال میکنه خیلی میکروفون، خیلی تلفن، به خاطر چی؟ زیرا دین کامل شده است. الله میفرماید که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. امروز در روز عرفات این آیه نازل شد در حجۃ الوداع که در آنجا زیاده از صدها هزار صحابگان کرام اشتراک داشتند که امروز دین شما را، یعنی قرآن و سنت را برای شما کامل رسانیدم، کامل کردم. و اتممت علیکم نعمتی و نعمتم را برای شما پورا کردم، تمام کردم. و رضیت لکم الاسلام دینا، و دین اسلام برای شما دین نیکو برگزیدم. پس دیگر غیر از این دین دیگر چی میخوای؟ غیر از این سنت دیگر کجا میخوای بروی؟ سوره مائده آیه 7. و رسول الله فرمودند که من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد، هر کسی هر عملی را انجام داد که ما رو نگفتیم، نکردیم، امر نکردیم، پس وی مردود است. در صحیح مسلم.
و همچنین من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هر کسی که هر چیزی که در دین پیدا نمود در شریعت و راه ما چیز پدید آورد فلیس فهو رد، پس وی مردود است، یعنی پذیرفته نمیشود. پس ای شخصی که بدعت کاری انجام میدهی بدون که این بجز نفس خود را عذاب دادن هیچ چیز به دست نمیاری. و برخی از علما گفتن که بدعت در نزد شیطان محبوبتر از گناه دیده است. بدعت در نزد شیطان محبوبتر از گناه دیده است، یعنی آنقدری که شیطان بدعت رو دوست می‌دارد گناه را آنقدر دوست نمی‌دارد. زیرا شخصی که بدعت را انجام می‌دهد بدعت می‌کند با گناه بودن آن اعتقاد نمی‌کند، آن راه روش درست می‌شمارد، راه روش خوب می‌شمارد. اما شخصی که گناه می‌کند وای بیچاره وای اعتراف می‌کند، وای از آن کاری کردهش از پروردگار آمرزش می‌طلبد. یک شخص بدعتکار نه، چون خود را صحیح می‌شمارد، درست می‌شمارد. اما شخص گناهکار گناهی کرده اش رو میدوند که آن گناه است و از آن کار کرده اش توبه میکند. برای همین بدروسی که بدعت از گناه دا بدتر است و میفرماید که شخص مبتدی به توبه کردن توفیق پیدا نمیکند، موفق نمیشود، زیرا او اعتقاد دارد، اعتقاد کرده است که عملش دین است، عملش را دین میشمارد، در حالی که دین نیست، مگر اینکه الله بخواد هدایت او را و او را برای راست هدایت نماید، وگرنه از رحمت دور است. امام احمد رحمت الله علیه میفرماید که اهل بدعت را ترک کنید، اهل بدعت را ترک کنید و آنها را بگذارید تا با آن بدعتشون بمیرند، آنها را ترک کنید، با آنها ننشینید و بگذارید تا آن با بدعتشون بمیرند. و میفرماید که و در بدعتشون با ایشان بحث هم نکنید و با آنها نجنگید تا اینکه بدعت آنها زنده نگردد، تا در بین مردم هم پهم نشود. و اهل حدیث بدعت رو بر دو گروه تقسیم کردند. چند قسم است؟ دو قسم از بدعت است. بدعت مکفره، بدعت کفری، کسی در آن واقع کافر میشود و مثل دعا از برای غیر الله، سجده و رکوع از برای غیر الله که صاحبش رو کافر و مشرک میگرداند. بدعت مفسقه است، فسقی است و مثل بدعت مولود و صاحبش فاسق میگردد. و مسئله های مهم در بین بدعت هم در اینجا هست. کسی که بدعت رو ریشه نماید، یا که میخواد بدعت رو ریشه نماید، باید در علم سنت اهمیت داشته باشد، علم سنت رو اهمیت ویژه‌ای داده باشد، علم سنت رو خوب بیاموزد و بر آن عمل کند و دعوت به سوی آن نماید. یکی از بالاترین مقام های ریشه کردن چی است؟ این بدعت است. اگر سنت از بین برود البته که جای آن رو بدعت قرار میگیرد. برای همین علما میفرمایند که هیچ وقت هیچ سنت از بین نرفت مگر اینکه در جای آن بدعت قرار گرفت. برای همین بینگرید این قدر بدعت که این جامعه را فرا گرفته است، این سبب اساسی از ترک بدعت است، ترک سنت است. ترک نمودن سنت این تاریکی ها میآورد. اگر کسی بدعت را دانست و با آن عمل کرد یا بر آن راضی شد، در گناهان کبیره را برای خود و برای دیگران گشوده است. کسی بدعت را شناخت و با آن بدعت عمل کرد یا با آن بدعت راضی شد، بدرستی که یکی از گناهان کبیره است، عظیمترین گناهان است. گناهانی بزرگ رو در گناهان بزرگ رو برای خود و برای دیگران کشیده است. اما کسی این رو محکم کرد، بدعت رو شناخت، آن رو محکم کرد، بدرستی که در یک خیر عظیمی رسیده است. اما اگر بدعت رو بشناسد، با آن عمل یا که آن رو قبول نکند ولی آن را رد و انکار هم نکند، بدعت را شناخت، آن را قبول نکردی و با آن عمل نکردی ولی آن را رد و انکار نکردی، آن بدعت را رد و انکار نکردی، میگوید که این حالت های دارد. اگر عذر شرعی باشد، عذر شرعی این انکار کردن و ترک نمود با او چیزی نیست، با او گناهی نیست اگر عذر شرعی باشد. اما اگر از باب تنبلی آن را انکار نکرد یا در حق این بدعت کوتاهی کرد، در حقیقت میفرماید که در حرام از محرمات ها، حرام ها یا که درهای حرام از حرام ها شده است که سبب هلاکت دیگران میگردد. و امام احمد فرمودند که و ترک الخصومات و جلوس مع اصحاب الاهواء، و ترک خصومات ها در دین و ننشستن با انسان های هوا و هوس پرست. این نقطه مهم است. این اصل و اساس اعتقاد اهل سنت و جماعت است. خصومات جمع خصومت است و خصومات این بحث و مناظره های بی معنی رو میگویند که در شبکه‌ها بسیار شده است. بحث و مناظره هایی که میخواد غلبه بر کسی نماید، نه اینکه برای حق رسیدن بلکه بر کسی رو مغلوب کردن، این گونه زیاد است. برای بحث و مناظره، برای خودنمایی، برای جدال و کشمکشی، این خصومات میگن. پیروی از هوا و هوس، و پیروی در چی گفت شیخ؟ و ترک الخصومات و الجلوس مع اصحاب الاهواء. پس هوا و هوس آن چیزی که نفس به سوی آن میل میکند، نفس انسان طبیعتا به سوی آن میل دارد و شریعت این هوا و هوس را روا نمیشمارد، بلکه این هوا و هوس را ما از هوا و هوس پس من میکند. بارك الله فيكم. برای همین الله سبحانه و تعالی میفرماید که فاما من طغى و آثر الحیاة الدنیا فان الجحیم هی المأوى.
و اما هر کس که از حد گذرد، هوا و هوس پرستی کند، از حد گذشته باشد در کفر و عصیانش و زندگی این دنیا را، این جهان را از زندگی آخرت بالا بشمارد، اختیار نماید، فإن الجحیم هی المأوى، بدون که جحیم جهنم جایگاه اوست. و اما من خاف مقام ربه و نهى نفس عن الهوى فإن الجنة هی المأوى. و اما هر کی از ایستادن در برابر پروردگارش بی‌ترسد، ترسیده باشد و نفس خود را از هوا و هوس باز بدارد، فإن الجنة هی المأوى، بدون که جنت جایگاه او است. سوره نازعات. پس برادران و خواهران گرامی، فسادی دین با اعتقاد باطل پیدا می شود. در هر جای، در هر جامعه، در هر مکان مردم فساد نشد مگر با اعتقادهای باطل. برای این فساد دین با اعتقاد باطل و عمل بر خلاف سنت قرار می گیرد. پس فسادی دینی بنده در دو چیز بوده است، یکی اعتقاد باطل و عمل بر خلاف سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم. اول بدعت پیدا می شود، دوم پیروی هوا و هوس انسان را به سوی آن می کشاند و سوم اعتقاد انسان فاسد می شود و انسان به هلاکت، به سوی هلاکت قدم می زند. پس می‌فرماید که این دو اصل تمام بدی و فتنه هایی که ذکر کردیم، با این دو بدی ها، هوا و هوس و پیروی از بدعت، انسان قرار میگیرد در دروغ شمردن و تکذیب الله و رسول الله و نافرمانی الله و رسول الله داخل میشود، میلغزد با هوا و هوس. و اگر در این واقع شد، سپس عذاب الله سبحانه و تعالی به سراغ او بنده میآید. عذاب الله سبحانه و سراغ بنده میآید. از همین سبب الله سبحانه و تعالی نفس را در کتاب خود جز وسیله بهتان ذکر نکرده است، وسیله و الله سبحانه و تعالی بندگان رو بر پایمال کردن هوا و هوس خود امر کرده است و فرموده است که اگر بنده حق و هدایت رو پیروی نکند، به نفس و هوا و هوس خود البته که پیروی میکند و از شهوات خود پیروی نمی‌نماید. پس مراد از پیروی هوا و هوس در اینجا این مخالفت نمودن نصوص صریح و صحیح میباشد، کتاب و سنت، چون در موضوع بابش و هر کسی که نصوص صریح قرآن و سنت رو ترک نمود، او از هوا و هوس قرار میگیرد و از اهل سنت خارج میشود، از اهل سنت خارج می شود و در اهل بدعت ملحق می شود، قرار می گیرد. پس نصوص قرآن و سنت پیروی از هوا و هوس را چونه بیان کرده من کرده است و سرزنش کرده است که انسانان نباید از هوا و هوس پیروی نمایند و شدیدا نهی من کرده است الله سبحانه و تعالی. الله می فرماید که ولا تتبع الهوى، و از هوا و هوس پیروی نکن، هوای نفس پیروی نکن، فیضلک عن سبیل الله، تو را از راه الله میزند. از هوا و هوس پیروی نکن، تو را از راه الله میزند. در سوره صاد. در اینجا دو نمود از آدمان از هوا و هوس پیروی میکنند. دو نمود از آدمان است که از هوا و هوس پیروی نمی‌کنند. نوع اول شخصی که از پی نفس خود میرود، شخصی که از پی نفس خود میرود، متوجه نفس پرست میگیم، نفس خود میرود. پس این از پی نفس خود رفتن، این به سوی گمراهی و به سوی نادرستی انسان را میکشاند و انسان را به تهلکه، به هلاکت میرساند. دوم کسانی هستند که نفس خود را معبود خود قرار میدهند. یکمش سبکتر است، کسانی که نفس خود را معبود خود میگردانند. این دو مانند اول نیست، چون اول در کار یا که در مسئله از نفس خود پیروی می‌نماید، در مسئله از مسائل دین از نفس خود پیروی می‌کند، نه از دلیل. در حالی که این دوم نفس خود را معبود خود قرار میدهد و از او کاملا اطاعت و فرمانبرداری می‌کند. امر نفس خود را از اوامر الله و رسول الله بالا می‌شمارد. این یک نوع از شرک قرار می‌گیرد. الله سبحانه و تعالی این را در کتابش ذکر یادآوری هم کرده است. می‌فرماید که افرأیت من اتخذ الهه هواه، آیا دیدی کسی را که هوا و هوسش را چون معبود خود گرفته است؟ افرأیت من اتخذ الهه هواه و اضله الله على علم و ختم على سمعه و قلبه و جعل على بصره غشاوه. آیا ندیدی کسی که هوا و هوس خود را معبود خود گرفته است، گردانده است و الله سبحانه و تعالی با وجود آگاهی از حق و باطل گمراهش کرد و بر گوش و چشمان و دلش مهر زد که پند و موعظه رو دیگر نمیفهمد، حقیقت رو دیگر پی نمیبرد، غشه و پرده محکم کرد، دیگر حق روشن است، دیگر نمیفهمد آن را، نمیگیرد آن را. فمن یهدیه من بعد الله افلا تتذکرون. پس الله اگر الله سبحانه و توفیق هدایت رو در راه حق برای اون ندهد، پس چی کسی او رو دیگر هدایت کنه میتواند؟ هیچ کسی. افلا تتذکرون. ای مردم میگوید ای مردم چرا پند نمیگیرید؟ چرا اندیشه نمیکنید؟ چرا پند نمیگیرید؟ چرا اندیشه نمیکنید تا که حقیقت حال رو بفهمید، درک نمایید و از این گمراهی نجات بیابید؟ در این آیه کریمه آگاهی برای مؤمنان است که از پای خواهش هوا و هوس خود نروند و با خواهش هوا و هوس خود عمل نکنند و ترک نشستن با اهل هوا و
هوس پرست، ترک نشستن از هوا و هوس پرست، این از اعتقاد اهل سنت است، چون که امام احمد گفت. چون با هوا و هوس پرست نشستن غالبا این باعث بدبختی و گمراهی خود بنده میگردد. راه هلاکت راه درست میشماری و به سوی هلاکت قدم میزنی در حالی که نمیفهمی. و بسیاری از مردم فریفته آن چیز آن دانشی که در نزد آنهاست میگردند. سپس بیشتر از مردم فریفته آن دانشی که در نزد آنهاست در آن فریفته میگردند. سپس با اهل بدعت آمیخته میشوند، با آنها شریک میشوند و این هنگام است که الله سبحانه و تعالی دیگر این بنده رو به خودش ترکش میکنه، با آنها با خودش ترکش میکنه. و هم یک از دعاهای نیکوی پیامبران ولا تکلنی الی نفسی طرفة العین، پرگور حتی یک لحظه من رو با نفسم قرار نده، واگذار نکن یک لحظه. امام ابن بطه رحمت الله علیه فرمودند که ما مردمانی رو میدونستیم و میشناختیم که اهل بدعت رو دشنام و لعنت میکردند، سپس با آنها نشستند، با آنها معاشرت و گفتگو کردند، سپس از جمله آنها قرار گرفتند. از همین خاطر در هر زمان در هر مکان به چشم میرسد، در فریب گرفتار میشوند، یا که توسط زیادی بدعت ها در بین مردم منتشر شده آن را راه درست میشمارند. همین است که ما در بالا چی گفتیم؟ علم پیش از سخن و عمل. در کتاب چی بودن؟ در کتاب آداب طالب علم شیخ نقطه های خوب بیان کرد. میفرماید که اهل بدعت در نزد عالمان، دانشمندان، طالب علمان معلوم هستند دیگر اهل بدعت. و میفرماید که قول مؤلف رحمه الله تعالی امام احمد و ترک المراء والجدال والخصومات في الدين و ترک نمودن میراء و جدال، بحث مناظره و نزاعات در دین. ترک المیراء گفت. میراء این طعنه زدن یا که طعنه کردن بر کلام کسی یا که سخن کسی یا که کسی را ایرا میراء میگویند و ظاهر کردن خلل و نگرانی در آن، تشویش ها، ایرا میراء میگویند. و همچنین نیتی نادیده گرفتن دیگران، پس زدن دیگران. دخمسه و کیاس میگه وای چی خوانده است، کجا خوانده است، چی هستم خیلی میگه دخمون که همه چی ایرا میراء میگن. ایرا ترک کردن یا که کم کردن آنها همچنین ایرا میراء میگویند. این معنای میراء است. یا که تهمت بر کسی یا کمبودی جستن در حق کسی یا یگام چیز را بر اون نسبت دادن. و مراد مؤلف جدال در دین یعنی نزاع و کشمکشی در بیان حلال و حرام نباید این باشد. من میکند رحمت الله علیه. و قول را به سوی رسول الله منتسب کردن در حالی که پیامبر نگفته است، یا قول را به سوی صحابگان نسبت دادن در حالی که نگفتند، این را مجادله و کشمکشی در دین میگویند. و امام ذهبی این نقطه را ترک جنگ و جدال از گناهان کبیره در کتاب کبایر ذکر کردند. پس جنگ و جدال در باطن و دفاع از آن یکی از گناهان بزرگ است. جنگ جدال کردن در باطل، در اون باطلی که انسان هست، در آن جنگ جدال میکند و حق را رد میکند، یکی از گناهان بزرگ است، یکی از گناهان بزرگ و عظیم به شمار میرود. مگر در شرک و کفر که صاحبش را از دین خارج میکند. و میفرماید که بدون اینکه جدال گاهی بر حق میشود گاهی بر باطل میشود. الله میفرماید که لا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. با اهل کتاب یعنی که یهود و نصارا با نیکوترین شیوه مجادله کنید، جدال کنید. الا الذين ظلموا منهم، مگر آن کسانی که ستم کردن، ظلم کردن، با آنها با شمشیر. سوره عنکبوت. و الله میفرماید که وجادلهم بالتي هي احسن، و با بهترین طرز با آنها گفتگو کن. سوره نحل. و میفرماید که لا یجادلوا فی آیات الله الا الذين كفروا، بجز کافران که معبود بر حق را انکار کردن در آیات قرآن و دلیل‌های روشن جنگ و جدال بحث مناظره نمی‌کنند. برای همین است که می‌بینیم ملحدا چقدر ملحدا بسیار شده هستند، حتی از عرب‌ها. باز سوال مشک میگه عرب‌ها کافر است، از عرب‌ها ملحد است، ملحدا که درجه بالای کفر رسیده هستند. پس اما عاقبت بحث و کشمکشی همیشه بد است. بد می شود. انسان در شک و شبهه ها می افتد با اهل باطل و دیگران را به گمراهی می کشاند. از اهل سنت بیرون می شود، شاید از دین هم خارج شود. برای همین سلف صالح جنگ و جدال را بد شمردند و حتی آن را هم حرام می‌دانستند. از جمله امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه وصیتش را بر کسانی که با اهل بدعت بحث میکنند گفت که در دین ما شک نیست، یعنی ما در دینمون هیچ شک نداریم. دلیل و حجت رو بیاور یا که بیاورید و با آنها حرف نزنید، چون شبهه های زیاد دارن. این است بیانی قول مؤلف که تمسک جستن با آنچه که اصحاب رسول بر آن بودند، اقتدا و پیروی از آنها و ترک بدعت ها و هر بدعت گمراهی است و ترک جنگ و جدال در دین و بحث و
همنشین شدن با آنها و با انسان هواسپرست و نقطه ششم و ترک نمودن بحث مناظره و نزاع و کشمکش‌ها در دین. در این درس رو براتون میرسونیم. اما درس آینده اگر زنده و سلامت باشیم در بیان منزلت سنت و علاقه آن با قرآن ان شاء الله که صحبت خواهیم کرد. منزلت سنت و علاقه آن با قرآن باذن الله تعالی صحبت خواهیم کرد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.